درس بیستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. در درس بیستم با شما نامهای الله سبحانه و تعالی را میخوانیم که به علم و با خبری الله سبحانه و تعالی دلالت میکنند. هر نام الله سبحانه و تعالی یک خصوصیت خاص خود داره که به صفات خاص الله سبحانه و تعالی دلالت میکنه. اول نامهای العلیم و العلام، دو نام از نامهای الله هست که در اینا بسیار مبالغه در صفت علم الله هست. یعنی الله ذاتی هست که بر هر چیزی که سری هست، مخفی هست، باطنی هست، ظاهری است، آشکار است، پوشانده هست، کوچک است، بزرگ است، در اول است، در آخر است، وقتی که به تمام از اینا علم داره، وقتی که الله متعال علم خود به تمام از این مخلوقات، چی این مخلوق از این کوچک است یا بزرگ است و چی این مخلوق بر ما و شما آشکارا هست یا پت است، چی مخلوق به ذره بین دیده میشه، الله متعال به تمام از اینا با خبر است. این صفت العلیم و علام الله است. ذات با عظمتی که علمش همه چیز احاطه کرده و هیچ چیز از علم از او دور نمیمانه. با تمامی کیفیت ها و کمیت هایی که باشن همه از اونا را در بر گرفته. هیچ چیزی از علم از او خالی نیست. یعنی الله متعال همه را میفهمه، مخفی باشه یا آشکار باشه، و تعداد و اندازی از او زیاد باشه یا کم باشه، اقوال باشه، افعال باشه، با تمام از اونا الله متعال عالم است. العلیم و العلام، این قسم باید بشناسیم که ذاتی است که علمش به حد کمال است و در او هیچ نقصان نیست. ما مخلوقات علم ما ناقص است. یک روز یک چیز را میفهمیم، یک چیز دیگر را نمیفهمیم. یک موضوع را میفهمیم، دیگر را نمیفهمیم. در یک چی علم داریم، ده الله متعال ذاتی هست که علمش کامل است و علمش هیچ نقصان نداره. الله متعال علیم و علام است، یعنی ذات با عظمت است که احکام و تقدیرایش به اساس علمش تقدیر میکنه و به اساس علمش تنفیذ میکنه. از هر کبیره و صغیره در این عالم که وجود است از همه با خبر است. هیچ چیز از او مخفی نیست. ذات با عظمت است، هیچ چیز از او مخفی نیست. از علم او هیچ چیز پوشیده نیست و تمامی اشیاء پراگنده به شکلی که تدبیر تقاضای از اونا را میکنه، جمع کردن از او بر الله متعال مشکل نیست. کل از اونا را الله متعال با علم خود میفهمه و با قدرت خود همه از اونا را بالای از اونا حکم خود جاری میکنه. در جمله نامهای الله که به علم الله دلالت میکنه، یکی نام عالم الغیب است. عالم الغیب که به شکل مضاف و مضاف الیه آمده که باز ما شما بعدا میخوانیم، و صفت العلیم و علام الله است. در جاهایی که متوجه باشین که الله متعال تمام علم الله و تمام امور بیان میشه، اونجا صفت علیم و علام الله بیان میشه. دوم الخبیر، از جمله نامهای الله که به علم الله دلالت میکنه الخبیر هست. الخبیر یعنی ذاتی که با خبر هست از هر چیز، یعنی از امور مخفی باطنی، از باطن و امور چیزهایی که پوشیده هست، از همه از او با خبر است. یعنی الله متعال با خبر است از آن چیزی که ظاهر است، از تمام از این با خبر هست. از آن چیزی که باطن است که ما و شما او را درک کردن نمیتونیم، از او با خبر است. آن چیزی که در قلب انسان هست، از او با خبر است. از آن چیزهایی که بسیار کوچک است و یا مثلا اعمالی که بسیار صغیره و کوچک است که ما و شما او را مشاهده کردن نمیتونیم، چی از نگاه مثلا با هر کمیت و کیفیتی که است، از تمام از اونا الله متعال با خبر است.
هیچ چیزی حرکت نمیکنه مگر الله متعال از حرکت از او علم داره و با خبر است که چه وقت و در چه لحظه و به چه شکل و در کجا این حرکت میکنه. سبحان الله، از تمام از او الله سبحانه و تعالی با خبر است. با خبر است از این که برای کی چی را بته و برای کی چی را نته. یعنی الله متعال عالم خبیر است، با خبر است، میفهمه که برای کدام بندیم غنا و پولداری منفعت داره و برای کدام بنده به پولی و فقر خوب است. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا، اگر کل مردم برشان رزق بسیار وسیع می رسید بغاوت و سرکشی می کردن. پس الله متعال عالم با خبر است که برای کی چی مناسب است. با خبر است از این که مثلا برای انسان کدام چهره مناسب است، برای حیوان کدام چهره مناسب است و از اعمال ما و از افکار ما و آنچه در مغز ما و آنچه که در قلب ما و آنچه که در باطن ما، این کل چیزی که از کلش با خبر است. از صدق صادقین و از کذب کاذبین با خبر است. منافق میشناسه که زبانش یکی هست لکن در دهانش یک چیز است لکن قلبش دیگه است. مؤمنی که صادق است از او با خبر است که این بنده من وقتی که در زبانش میگه از قلبش با خبر است. ما انسان ها نمیتونیم مثلا یک منافق با یک مسلمان واقعی تفکیک بکنیم. بعضی اوقات یک نفر بسیار منافق می باشه، بیدین می باشه، ظاهرا تمثیل میکنه و به دروغ بر ما نشان میده و ما نمیفهمیم. لکن الله متعال علیم به ذات الصدور است، از قلب ها با خبر است. با خبر است، میفهمه که مثلا در قلب ازی چی هست. صدق، اخلاص، یعنی حتی امو چیزهایی که مربوط قلب است از محبت ما با الله با خود با خبر است که کدام بنده ما واقعا با ما محبت داره، کدام بنده ما واقعا با ما صادق است و راستگو هست، کدام بنده ما مثلا از ما حقیقتا خوف داره. ببین بعض ما تقریبا 16 قسم عبادات قلبی داریم که توسط قلب میشه. از کی با خبر است؟ الله متعال ذات خبیر از این با خبر است. بسیاری از عبادت های هست که مثلا مردم او را در پنهان در تاریکی انجام میدن، نصف شب، ثلث شب و آخر شب میخیزه بندش و به بارگاه الله دست خدا بالا میکنه و از الله میخواه. الله از حالت عظیمی با خبر است. مردم ها در خواب هستند، حتی فامیلشان در اموجه هستند از او بیخبر میباشند، در خواب میباشند، لکن ذات عالم الغیب با خبر است. با چی؟ با صفت خبیر خود. چرا که الله متعال الخبیر، یعنی ذاتی که از هر چیز با خبر است. و وقتی یک بنده و مخلوق بفهمه که ما تو یک خالق دارم که از هر چیز ما با خبر است و او صادقانه عبادت میکنه و هیچ وقت در عبادت خود غلطی و اشتباه نمیکنه. چرا؟ اگر هیچ کس با خبر نباشه الله با خبر است. از این خاطر انسان های صادق میفهمند که وقتی من یک نیت خوب دارم، یک عمل خوب دارم، یک حرکت خوب دارم، الله متعال با خبر است و از او میفهمند. و حتی از ظلم ظالمان با خبر است و از مظلومیت مظلومان با خبر است و به اساس امی با خبری خود الله متعال در روز قیامت بنده های خود محاسبه میکنه. مثقال ذره از علم از او دور نمی باشه. الشهید از جمله نام های الله سبحانه و تعالی نام الشهید الله سبحانه و تعالی است. یعنی الله سبحانه و تعالی با علمش در هر مجلس شاهد است، حاضر است و شاهد است، یعنی با علمش. ببینیم در آیت شریف الله متعال میگه الم تر، آیا ندیدی ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا نمیدانی که الله میدانه آنچه که در آسمان ها و زمین هست. ما یکون من نجوا ثلاثه، میگه نمی باشه 3 نفری که بین هم سرگوشی و خاموشانه صحبت میکنن در یک مجلس هستن الا هو رابعهم، وقتی 3 نفر با هم سخن میگه 4مین ذات با عظمت هست که در شاهد از اینا هست و گپای از اینا را میشنوه.
و با علم خود هر چیزی که اینا میگه الله متعال میفهمه. ولا خمسة الا هو سادسهم، وقتی انسان ها 5 نفر باشه ششمی از اینا الله هست، یعنی الله ذاتی با عظمتی هست که ولا ادنا من ذلك، یا کمتر ازی باشن یا زیادتر ازی باشن، 100 نفر باشه، 200 نفر باشه، 500 نفر باشه، الا هو معهم، مگر الله به امرایشان هست، اینما کانوا، در هر جایی که باشن، ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه، باز الله اینا را خبر میده در روز قیامت با آنچه که در اون مجلس خود کردن. باز آخرش الله متعال میگه ان الله بكل شیء علیم، یعنی الله متعال به هر چیز علیم هست. یعنی اینجا الله صفت علیم خود بیان کرده که یعنی الله از مجالسی که شاهد از شهید است با علم خود همه از این میدانه، با علمش از تمام مجالس و از تمام حالات از اینا و سخنان انسان ها و حرکاتشان الله متعال با علمش چیست؟ شاهد است و با خبر است. ان الله علی کل شیء شهید، یقینا که الله بر هر چیز چیست؟ با شاهد است. هیچ چیزی از او غایب نمیماند و هیچ چیزی از او پوشیده نمیماند. یعنی الشهید ذاتی که هیچ چیز از او پوشیده نمیماند، با علم خود همه را میدانه، همه چیز را میفهمه، اتم میفهمه و علم داره، مثل ازی که خالق متعال در امون مجلس با علم خود حضور داشته باشه، یعنی با علم خود همه از اونا را میفهمه. یعنی انسان باید به عقیده داشته باشه که الله عالم الغیب و الشهاده، عالم غیب و شهاده هست، از همه چیز با خبر است، از حالات، حرکتها، صداها، وساوس داخلی، مخفی و آشکار الله متعال عالم است و با خبر است. ذاتی که بر بندگانش و برای بندگانش بر آنچه عمل میکنن شاهد هست. این صفت الشهید الله هست که علم از او بر هر چیز کوچک و بزرگ، با هر حرکت و با هر صدا و حتی وسوسه های داخلی و قلبی، مخفی و آشکار، از کل زینا با خبر است. الرقیب از نامهای الله سبحانه و تعالی نام الرقیب الله هست که به صفت مراقبت کردن الله سبحانه و تعالی دلالت میکنه. ان الله کان علیکم رقیبا، یعنی الله مراقب شما هست، یعنی با علمش الله متعال با صفت مراقبتش عالم الغیب و شهادت است، ما را مراقبت میکنه و از حالت بنده های خود خبر داره. ذاتی که مراقب قلب های مخلوقات از امور سری و مخفی از اینا می باشه، تمام از اینا را الله متعال میفهمه. دیگه از نامهای الله متعال اینا وقتی یک انسان بفهمه که الله الرقیب هست، ذاتی هست که مراقب هست و هر لحظه مرا کنترل میکنه. آیا یک انسان باز با فهمیدن، با دانستن و با عقیده داشتن با صفت الرقیب الله جرأت کرده میتونه که حتی در یک اتاقی که تنها باشه و هیچ کس هم رایزی نباشه و دروازه هایش کلش بسته باشه این گناهی بکنه؟ نمیتونه، به خاطر از که الله متعال مانع صفت الرقیب الله دیوارها و دروازه ها و زیرخانه ها و کوچه ها شده نمیتونن. در هر حالت یک انسان الله متعال میبینه. از این خاطر وقت انسان صفت الرقیب الله را فهمید و او را درک کرد، در وقت گناه میلرزه که ذات با عظمت او را مراقبت میکنه و میبینه، از الله حیا میکنه و ترک گناه میکنه. الله متعال بر ما و شما همتون یک ایمان را نصیب بکنه که همیشه صفت مراقبت الله سبحانه و تعالی در ذهن ما باشه و در عقیده ما باشه و این سبب شوه که مانع اشتباهات گناه های ما شوه. اللطیف از نام های الله سبحانه و تعالی اللطیف است. اللطیف یعنی ذات با عظمتی که بسیار با لطف است و مهربانی هست و ذات با عظمتی که بسیار باریک بین است. او چیزهای کوچکی را که
مخلوقات دیده نمیتونن، الله سبحانه و تعالی با صفت اللطیف خود اون چیزهای بسیار کوچک کوچک میبینه. در قرآن عظیم شان لقمان رحمه الله گفته شده که این حکیم بود. الله متعال میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه. الله میگه ما برای لقمان حکمت دادیم. آل لقمان حکیم، حکمتی که الله برش داده چه قسم فهمیده میشه؟ برای فرزند خود نصیحت میکنه. برای بچه خود چی میگه؟ یا بنیه، ای پسرک من، انها ان تک مثقال حبه من خردل، میگه اگر یک دانه خردل به اندازه یک دانه اسپند است، اگر میگه شما یک دانه خردل که به اندازه اسپند است، میگه این اگر مثقال ذره، یعنی میده بکنی یک بر هزارم از سه زیره که نیاز است به میکروسکوپ های بسیار قوی. لقمان بر پسر خود میگه که اگر همه قدم مثقال یک ذره باشه، ذره کوچک باشه، فتکن، و امی ذره کوچک فتکن فی صخرة، در داخل یک سنگ بسیار بزرگ باشه، او فی السماوات، یا امی ذره در آسمان ها تید باشه، در آسمان ها باشه، او فی الارض، یا در زمین در جاهایی باشه که مثلا بسیار چقور جایی کنده شده باشه، چندین هزار کیلومتر در زیر زمین ای باشه، یأتی به الله، امی ذره که کوچکه الله متعال حاضر میکنه. متوجه هستین؟ این لقمان برای پسر خود میگه که ان الله لطیف خبیر، یقینا که الله بسیار باریک بین است. و تو فکر نکن که اگر یک چیز کوچک باشه و خرد باشه و ریزه باشه و او رو کس ندیده باشه، الله متعال همه صغایر و کبایر حاضر میکنه، ولو که بسیار عمل کوچک باشه. از این خاطر انسان وقتی اعمال کوچک هم میکنه، هیچ وقت اگر گناه کوچک است بفهمه که نافرمانی ذات با عظمت است، باید گناه صغیره را انسان نکنه. و اگر کبیره را میکنه، یعنی الله متعال از همه از اینا با خبر است. علمش یعنی لطیف است، یعنی به امور سری و مخفی و آشکار و باطن با تمام از اینا علمش احاطه دارم. همچنان وقتی ما نام اللطیف الله را میفهمیم، یعنی ذاتی که بسیار دوست بنده های مؤمن خود است، بسیار ذات مهربان است، لطف و مهربانی زیاد داره. از لطف و مهربانیش برای ما و شما نعمت های را داده که ما و شما نخواستیم. وقتی برای ما چشم میداد، ما طفل بودیم در بطن مادر، خواسته بودیم، الله به لطف و کرم خود این نعمت ها را برای ما چشم داد، برای ما قلب داد، برای ما دست داد، برای ما اعضای بدن داد، برای ما عقل داد، به هزارها هزار نعمتی را برای ما داده هست که ما حتی در فکرشان نبودیم. بسیاری وقتا در وجود انسان بعضی چیزایی هست که ما و شما هیچ نمیفهمیم. یک وقتی امو عضو اگر یک کمک خراب میشه، دکتر بر ما میگه که اینه تو یک مشکل پیدا کردی. درجه حرارت ما و شما، درجه برودت در وجود، فشار در وجود، فشار متوسط چه قسم است که الله خلق کرده. یک وقت فشار ما بالا یا پایین میشه، باز میفهمیم که ما خوب فشار داریم. مثلا شکر، دیگه چیزهایی که در وجود ما و شما بسیار نعمت ها هست که اگر نباشه انسان زندگی کردن نمیتونه و انسان بیخبر است. وقتی یک معاینه تلویزیونی در یک التراساوند شما بگیرین، در بطنتان با این ببینین که در داخل بطن انسان چی مخلوقاتی هست که الله متعال خلق کرده و همه از اینا به خدمت انسان است. ذاتی که لطیف است و مهربان است بر بنده هایش. القریب از نام های الله متعال القریب هست، یعنی ذاتی که قریب هست و نزدیک است به بنده هایش، با علمش، با قدرتش. نباید قریب بودن الله را با خود با قریب بودن مخلوق تشبیه کرد، باز اینجا شرک پیدا میشه. بلکه الله با علم خود به مخلوقاتش قریب است. انه سمیع قریب، یعنی الله متعال میگه و نحن لاقرب الیه من حبل الورید. الله متعال به انسان از شارک گردن کرده هم نزدیک است، اما نزدیکی الله را با نزدیکی شارک گردن نباید تشبیه بکنیم. الله با علمش به ما نزدیک است.
با قدرتش به ما نزدیک است. از این خاطر در آیات قرآن نزدیکی الله بیان شده. یکی قرب سمع هست که الله متعال با صفت سمیع بودنش که سمیع هست قریب است بر ما و هر عمل ما را میبینه. الله متعال در سوره سبع آیت 50 میگه انه سمیع قریب، یعنی الله متعال میشنوه و قریب هست، نه مثل شنوندن ما و شما. سمع الله، شنیدن الله، صفت الله هست که به جلال و عظمت الله شایسته هست. او را با صفات شنیدن مخلوق یا خود تشبیه نمی کنیم، باز اینجا شرک میشه در تشبیه. نه، الله میشنوه، سمع است، یعنی الله متعال قرب سمع هست، یعنی هر عمل ما و شما را میشنوه. و با قرب بصر که یعنی الله بصیر هست. انه، متوجه هستین؟ الله متعال با قرب بصر یعنی بصیر است، اعمال ما و شما را میبینه. هر قدر که ما و شما در جای بسیار پوشیده باشیم الله متعال او را میبینه. و همچنان با قرب اجابت است. الله متعال قریب اجابت میکنه. اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع. الله متعال میگه من به این بنده خود نزدیک هستم با علم خود و ایره قرب اجابت میگن که الله به بسیار نزدیکی دعای انسان اجابت میکنه. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. همین قسم قرب رحمت است. رحمت الله به انسان بسیار نزدیک است. همین قسم که اجابت الله نزدیک است، همین قسم رحمت الله به انسان نزدیک است. الله متعال میگه ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت الله نزدیک است برای نیکوکاران. همین قسم قرب نصرت میگه که نصرت الله، الا ان نصر الله قریب. آگاه باشین که نصرت الله نزدیک است. و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. و فتح الله قریب است. بنابراین صفت الله صفت قریب. القریب یکی از اسماء الله الله است که نزدیک بودن الله سبحانه و تعالی را به بنده هاش به همان گونه ای که به جلال و عظمتش الله شایسته هست و قرب و نزدیکی الله را با مخلوقات تشبیه نمی کنیم. الله قریب است با رحمت خود، با اجابت خود، با صفت بصر خود، با صفت سمع خود، با صفت علم خود و بنده های خود نزدیک است و اونا را رحمت میکنه، اونا را خلق میکنه و اونا را ایجاد میکنه. ذات القریب الله سبحانه و تعالی. الحسیب یکی از اسماء الله الله سبحانه و تعالی الحسیب است، یعنی ذاتی که دارای کمال مطلق در محاسبه کردن است. با علم خود تمام آنچه که بود با خبر است و آنچه که شده و آنچه که حالا می شود و آنچه که در آینده میشه، با تمام ازی الله با خبر است و از آنچه که ما قبلا کردیم و حال انجام میدیم و در آینده انجام میدیم الله متعال همه زیرا محاسبه میکنه و تمام از اینا را نگهداری میکنه و در روز قیامت از ذره ذره ازی مخلوقات خدا محاسبه میکنه.